به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند، خداوند اعمالشان را نابود می‌کند. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و همه حق است و از سوی پروردگارشان نیز ایمان آوردند، خداوند گناهانشان را می‌بخشد و کارشان را اصلاح می‌کند. این به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند و مؤمنان از حقی که از سوی پروردگارشان بود تبعیت نمودند. این گونه خداوند برای مردم مثلهای زندگی آنان را بیان می‌کند. و هنگامی که با کافران جنایت پیشه در میدان جنگ روبرو شدید، گردنهایشان را بزنید و این کار را همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید. سپس یا بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید، یا در برابر آزادی از آنان فدیه غرامت بگیرید. و این وضع باید همچنان ادامه یابد تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. آری، برنامه این است و اگر خدا می‌خواست خودش آنها را مجازات می‌کرد، اما می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. و کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمیبرد. به زودی آنان را هدایت نموده و کارشان را اصلاح می‌کند و آنها را در بهشت جاویدانش که اوصاف آن را برای آنان بازگو کرده وارد می‌کند. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر آیین خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد. و کسانی که کافر شدند، مرگ بر آنان و اعمالشان نابود باد. این به خاطر آن است که از آنچه خداوند نازل کرده کراهت داشتند. از این رو خدا اعمالشان را حبط و نابود کرد. آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ خداوند آنها را هلاک کرد و برای کافران امثال این مجازات ها خواهد بود. این برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، اما کافران مولایی ندارند. خداوند کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغ‌هایی از بهشت می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که کافران از متاع زودگذر دنیا بهره می‌گیرند و همچون چهار پایان می‌خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست. و چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو را بیرون کرد نیرومندتر بودند، ما همه آنها را نابود کردیم و هیچ یاوری نداشتند. آیا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد همانند کسی است که زشتی اعمالش در نظرش آراسته شده و از هوای نفسشان پیروی می‌کنند؟ توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چنین است: در آن نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب طهور که مایه لذت نوشندگان است و نهرهایی از عسل مصفاست و برای آنها در آن از همه انواع میوه‌ها وجود دارد و از همه بالاتر آمرزشی است از سوی پروردگارشان. آیا اینها همانند کسانی هستند که همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده میشوند که اندرونشان را از هم متلاشی میکنند؟ گروهی از آنان به سخنانت گوش فرا میدهند، اما هنگامی که از نزد تو خارج میشوند به کسانی که علم و دانش به آنان بخشیده شده از روی استهزا میگویند این مرد الان چه گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هوای نفسشان پیروی کردند. از این رو چیزی نمیفهمند. کسانی که هدایت یافتند خداوند بر هدایتشان می‌افزاید و روح تقوا به آنان میبخشد. آیا آنان کافران جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان فرا رسد آنگاه ایمان آورند؟ در حالی که همکنون نشانه‌های آن آمده است، اما هنگامی که بیاید تذکر و ایمان آنها سودی نخواهد داشت.
پس بدان که معبودی جز الله نیست و برای گناه خود و مردان و زنان با ایمان استغفار کن و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می‌داند. کسانی که ایمان آورده‌اند میگویند چرا سوره نازل نمی شود که در آن فرمان جهاد باشد؟ اما هنگامی که سوره واضح و روشنی نازل می‌گردد که در آن سخنی از جنگ است، منافقان بیمار دل را می‌بینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه می‌کنند. پس مرگ و نابودی برای آنان سزاوارتر است. ولی اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است. و اگر هنگامی که فرمان جهاد قطعی می شود به خدا راست گویند و از در صدق و صفا درآیند، برای آنها بهتر می باشد. اگر از این دستورها روی گردان شوید، جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید؟ آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است. آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟ کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است. این به خاطر آن است که آنان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند گفتند ما در بعضی از امور از شما پیروی می‌کنیم، در حالی که خداوند پنهانکاری آنان را می‌داند. حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ بر صورت و پشت آنان می‌زنند و جانشان را می‌گیرند؟ این به خاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم می‌آورد پیروی کردند و آنچه را موجب خوشنودی اوست کراهت داشتند. از این رو خداوند اعمالشان را نابود کرد. آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا کینه‌هایشان را آشکار نمی کند؟ و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم تا آنان را با قیافه‌هایشان بشناسی، هرچند می توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی و خداوند اعمال شما را می داند. ما همه شما را قطعاً می آزماییم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند و اخبار شما را بیازماییم. آنان که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن شدن هدایت برای آنان باز به مخالفت با رسول خدا برخاستند، هرگز زیانی به خدا نمی رسانند و خداوند به زودی اعمالشان را نابود می کند. ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اعمال خود را باطل نسازید. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند سپس در حال کفر از دنیا رفتند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید. پس هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح ذلتبار دعوت نکنید، در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و چیزی از ثواب اعمالتان را کم نمی کند. زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید پاداشهای شما را می دهد و اموال شما را نمی طلبد. چرا که هرگاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نماید بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد. آری شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید. بعضی از شما بخل می ورزند و هر کس بخل ورزد نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید. و هرگاه سرپیچی کنید خداوند گروهی دیگری را به جای شما می آورد، پس آنها مانند شما نخواهند بود و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کند.